عندنا زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين، طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة، إني أزور المصطفى مرة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العلی العظیم. خدمت تمام دوستان، خواهر و برادر، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشید و از خداوند متعال خواهانم که در سر گناهانمان قلم عفو بکشد و از گناهانمان درگذرد. و شروع میکنیم به درس امروزیمان. خب درس امروزیمان سوره بقره هست، سوره که بعد از فاتحه شریف قرار دارد. سوره بقره می باشد که سوره بقره سوره است که مدنی می باشد و دارای 286 آیت است. دارای 286 آیت می باشد و معنای بقره گو ماده می باشد. اینجا می باشد که خداوند متعال برای بنی اسرائیل دستور می دهد که یک گو ماده را ذبح کنند. از او خاطر می باشد که نام سوره بقره مانده میشه. و در قسمت های بعدی سوره که ما درس را ادامه می دهیم از داستان های دیگری با ما خداوند بیان کرده است، از موسی علیه السلام، از سلیمان علیه السلام و بعضی از بسیار پندها و معجزات دیگر می باشد که برای ما بیان کرده است در سوره بقره که ما می خوانیم. و همچنان سوره بقره طولانی ترین سوره قرآن است. طولانی ترین سوره کلام خداوند سوره بقره می باشد. و فضیلت این سوره چیست؟ خب فضیلت سوره بقره و سوره آل عمران چنین است که هر کسی سوره آل عمران و بقره را تلاوت کند در روز قیامت مانند یک چتری، مانند یک کوه، مانند یک پشتیبان، یعنی مانندی که یک چتری یا یک پشتیبان یا یک نوری بالای سر از قرار میگیره و از این پشتیبانی میکنه. و بعد از او فضیلت دیگر سوره بقره، هر کسی که سوره بقره را شب بخواند 3 شب در آن خانه شیطان وارد نمی شود. 3 شب در آن خانه شیطان وارد نمی شود. پس چی خوب است که هیچ نشد یک ورقم ازش بخوانیم، نیم صفحه، تا از این فضیلت ما نیز برخوردار شویم.